اینها چیزهایی بود که منو 1 سال عقب بگیرم شروع میکنم. بذار بک‌گراند آماده کنم شروع میکنم. بذار نور بگیرم شروع میکنم. بذار گوشیمو عوض کنم. بذار اینترنتم میخواد قطع شه. بذار بعدش شروع میکنم. بذار اینترنت قطع شه شروع میکنم و کلی بهونه دیگه. یعنی اینها چیزهایی بود که منو 1 سال عقب انداخت. من یه آدم فوق‌العاده کمال‌گرا دارم بهت میگم. یه چیزی خوب فهمیدم، زمانی که همه چیز فراهم باشه، البته که هیچ وقت همه چیز فراهم نیست، یعنی حتی اگه همه چیز هم فراهم باشه باز هم یه چیزی هست، یه نکته‌ای هست، یه بهونه‌ای هست که میره، باز هم تو شروع می‌کنی. اینو مطمئن باش که الان انجامش ندی، بعدن که نور گرفتی، میکروفون گرفتی، گوشیتو عوض کردی، ایده خاصی به ذهنت رسید، باز هم انجامش نمیدی و همین چیزا باعث شد که من خودم 1 سال عقب بیفتم. اگه تو هم مثل من درگیر این مشکلی، حلش کن، انجام بده. ببین اول خیلی قرار اذیت شی، چون که داری با یک غول بزرگی به نام کمالگرایی مبارزه می‌کنی، ولی بعدش کم کم مسیر برات آسون میشه.